سلام، عرض ادب به نام خدا. این کانال دوم من هست. یه مدتی چند تا ویدیو داخلش گذاشتم و همینطور موند. از زمان انتخابات مجلس بود، تو بحث شفافیت و نقدی که من با آقای رائفی پور باز کردم و خیلی اون مقطع به من حمله کردن. یه مقدار اصلا لحاظ انگیزشی تو اون مقطع انگیزم کم شد. خیلی دیگه دل و دماغ تحلیل نداشتم. فکر کنم یه 2 ماه 1 ماه و نیمی هم تحلیل زیادی ما انجام ندادیم. 3-4 تا برنامه. این کانال همینطور بوند و همیشه دوست داشتم تو این کانال، یه کانالی که افتتاح کردیم، صحبت‌های خصوصی یا صحبت‌های در گوشی رو داشته باشم با مخاطبای خودم، خارج از فضای تحلیلی. بعضی وقت آدم دوست داره وقتی میشینه با رفقاش یک کمی راحت‌تر راجع به بعضی مسائل حرف بزنه و من خیلی دوست داشتم اینجا باشم و تو این کانال این کار رو انجام بدم. حالا بعد از نزدیک به 1 سال تصمیم گرفتم فعالش کنم و بیشتر نظراتتون رو و سوالاتتون رو و مسائل زندگی هامون و شخصی و خصوصی و در گوشی رو اینجا باش مواجه بشیم. اولین چیزی که میخوام به مخاطبم بگم اینه که از انتخابات مجلس تا الان که من این کانال رو دیگه ادامه ندادم چی آموختیم؟ آیا تو اون مقطع تندروی نبود؟ این ما الان کلی نماینده مجلس داریم دیگه، تو مجلس هم چی عوض شد؟ به نظرتون یه مقدار بازی‌های سیاسی نبود؟ افراد بازیگر تو فضای سیاسی نبودن؟ به نظرتون شفافیت ایجاد شد؟ به نظرتون اون همه کاغذ گرفتن دستشون؟ نماینده مجلس به قرآن باید قسم بخوره. خیلی از چیزهایی که مثلا آقای رائفی پور تو اون مرام نامش داره اون تو هست. نیاز بود نماینده مجلس بره اونجا بشینه و اونو بخونه و تعهد بده بیاد بیرون؟ مگه در محضر قرآن تعهد نمیده در مجلس؟ و آیا شفافیت اساسا ممکنه؟ ما الان داریم میریم به سمت تغییراتی در داخل، برطرف کردن ناترازی ها. نیومدم اینجا برای 1 سال مثلا با آقای رائفی پور حمله کنم و نه، اتفاقا معتقدم آقای رائفی پور میتونه دست مملکت و ایرانمون رو بگیره در زمان خودش. ولی درک عمیق از مناسبات، ببین وقتی شما میگی ایران خیلی بزرگتر مسائل رو نگاه کنی، از منظر حزبی رقابت ها و اینا بهش بپردازی، در نمیاد. ما افراد رو حزبی نگاه میکنیم. مثلا من اگر اصلاح طلب باشم آقای رائفی پور رو باید تمسخر کنم، همین گفتمان و تفکر باعث شد کار مملکت. یه مش مزخرفات حزبی دیگه. ولی وقتی از یک بعد بالاتر نگاه میکنید، به نظرتون یه روز میرسه که همه این آدما تصمیم بگیرن یه مقدار فضا رو ملی کنن، با همه اختلافاتشون بیان جلو پای کار و بحث ناترازی ها حل بشه، جامعه قدم بره جلو برای جنگ بزرگی که به زودی اتفاق میفته، همه در کنار هم قرار بگیرن؟ اون مسئله که من مطرح میکردم تو اون انتخابات مجلس همین بود. این همه به من حمله کردید، خیلی به من حمله شد و من مسئله ایران رو اومدم توی یک تحلیل ملوک و طوایف هام باز کردم، ساختار رو، و اشاره کردم تو چه شکلی ما قرار داریم. ولی به نظرم بعد 1 سال به مخاطب باید اینها رو یه یادآوری کنی، نه برای اینکه بگی دیدی من درست میگفتم تو اشتباه، چون بعضی وقتا اون درست میگفت و ما اشتباه میکردیم. این یک حرکت رو به جلوه. خیلی جاها ما اشتباه کردیم، اتفاقا مخاطب درست دیده. مسئله من اینجا اینه که خب ما ازش یاد گرفتیم، تمام. انتخابات بعدی برآیندش چیه؟ و خودمون باید رشد بدیم دیگه. باید بپذیریم که آقا اون نگاه خیلی تند بود، چرا من نوعی توی انتخابات اینقدر تند شدم؟ تک تک ماها باید این رو بپذیریم و جامعه اگر نتونه درست ببینه تو لحظه حساس اشتباه میکنه، به خطا میره.
اونجا جای جبران نیست دیگه. این یه موضوعی بود دوست داشتم اینجا مطرح کنم. خب یه سال پیش با همین دعواه کنار رفت این کانال، بذار با همین دعواه شروع بشه فعالیت این کانال. و من نزدیک به 4 سال 3 سال و 7-8 ماه شده دیگه تقریبا از اومدن آقای رئیسی بود که دانشجو شدم. چند ماه پس از اینکه 2-3 ماه بعد از اینکه کانال تلگرامی اول رو زدم تو تحلیل، چون اونایی که قدیمی ترن میدونن ما اول کانال تلگرامی تحلیلی داشتیم، یه مدت رفت جلو، بعد اون کانال پاک شد بنا به مشکلات شخصی من و بعد یه کانال تلگرامی و بعد یوتیوب آغاز شد. یعنی یه چیز در حدود 4 سال و نیم پیش تقریبا من فعالیتم رو شروع کردم. در حدود 3 سال و 9 ماه 10 ماه است که من دانشجوام، دارم در واقع درسم رو میخونم. البته دانشگاه الان میدونید دیگه اینطور نیستش مثل گذشته. بعضی از این دانشگاهی که هستن و ماها میریم بیشترش غیر حضوریه، اینم بگم اعتراف کنم بیشترش غیر حضوریه. اما یه مسئله‌ای که خیلی منو رنج داد، با احترام به دانشجوها، هم دانشگاهی هم و اساتیدم، این بود که دانشجوهای ما اصلا لحاظ علمی خودشون رو بالا نمیکشن، انگیزه ندارن و اساتیدمون نه اینکه بی سوادن، خیلی هم با سوادن. یه استاد دانشگاه میره درس میده، بعد واحدهای بیشتری برداره، کلی پایان نامه کار کنه و اینها، بزنه بکشه خودش رو، دانشیار باشه، استاد تمومم نه 24-5 تومن حقوق میگیره. از صبح تا شبم درگیر دانشگاه و درس دادن، بعدم بیاد خانواده و وقتشو به روزمره و مشکلات روزمرگیش بگذرونه و این باعث میشه عمده بیشتر اساتید ما آپدیت نباشن، به روزرسانی نباشن، زمان نکنن که بر اساس اون رشته‌ای که دارن فعالیت‌های گسترده مستمرشون ادامه بدن و این خیلی مشهوده. گناه اونا نیست، تا سطح علمی بسیار خوبی دارن، ما خیلی اساتید باهوش و با سوادی داریم ولی به روزرسانی نمیشن. این خیلی برای من جالب بود توی دانشگاه و به نظرم میرسه باید بپذیریم اساتید ما برای این امر علاوه اقتصادی باید تامین بشن تا بتونن بیشتر کار کنن. یا مثلا توی آمریکا خیلی اندیشکده هست، تقریبا بخش عمده ای از سیاست های آمریکا رو اندیشکده ها دارن، نقش خیلی پررنگی دارن جلو میبرن، تعدادشون هم خیلی زیاده و چقدر موثرن. ولی اندیشکده های ما خیلی مختصرن، یعنی اساتید دانشگاه رو میتونی تو اون حوزه بیاری، یه درآمد خیلی خوب براشون درست کنی و در واقع نتیجه مستمرن بررسی تحولات دنیا در حوزه کاریشون و خروجی اون باعث تصمیمات به شدت خوب و قوی تری در داخل کشور ما میشه. هستن این اندیشکده‌ها، اکثرا زیر نظر بعضی نهادها هستن و خب خیلی تعدادش کمه. به نظرم میرسه اینجا ما این چیزهایی که توی فضای تحصیلی دارم میبینم دوست داشتم با شما در میون بذارم و حالا قولی که از خانم دکتر گرفتم انشاءالله کار انتقالیش به تهران درست بشه، چون میدونید به خیلی از دانشگاه ها درخواست داد، بالاخره یک دانشکده از یک دانشگاه پذیرفت، مصاحبه دادنشون، تقریبا هر 25 نفر تایید کردن، حتی برای رشته‌ای که اون دانشکده میخواست وقت گذاشتن و طراحی درسی انجام دادن و خب نمرات خیلی بالا، روند اداری کند. بعدم که حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور عزیزمون اتفاق افتاد و عملا دولت جدید، رئیس دانشگاه تهران هم لو دادم رئیس دانشگاه تهران هم عوض شد و هنوز اون جلسه آخر تمام این مراحل طی شده بدون پارتی بازی، بدون کاملا با شایستگی و لیاقت خودش.
جلسه آخری که باید رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده جلسه بذارن پرونده انتقالی رو بررسی کنن، خود به در واقع شهادت رئیس جمهور، اومدن دولت بعدی، رئیس دانشگاه جدید و هنوز نزدیک به 4-5 ماه هست که این وضعیت فقط یه جلسه آخری مونده که تایید شه و دانشکده تایید کرده، همه مراحل طی شده. قول گرفته بودیم اگر تونستن انتقالیشون رو به تهران بگیرن انشالله بتونیم یک در واقع از طریقشون یک اندیشکده زده بشه و اتفاقا اساتید جذب بشن و بتونیم یه فضای ایجاد کنیم که بتونن این اساتید کار کنن. من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته و مطمئنم این رو رقم میزنم. توی بحث چند تا توضیح بدیم دیگه، اینجا صحبت در گوشه. تو بحث استودیو یادتون باشه بعد از اتفاقاتی افتاد و بعضی ها پولهاشون رو خواستن و من تو کانال تلگرام عنوان کردم که هر کی پولش رو میخواد بگه بر من پیام بده، ما نزدیک 130-140 میلیون از اون پول رو برگردوندیم به افراد. خیلی ها بعدها مشکل مالی پیدا کردن، پیام دادن آقای ندیمی به طور مثال من این وجه رو کمک کردم میخوام پس بگیرم. ما اعلام کرده بودیم که بعدها باز هم تکرار شد، خیلی ها اومدن و درخواست دادن. بخشی از اون پول نزد من امانت موند که اگر بخواید میتونم به سمت اندیشکده ببرمش و اونجا ازش استفاده کنیم با مجوزی که خانم دکتر میگیره. و اتفاقا من خانم دکتر رو مطرح کردم که این پول رو بخشیشو بیاریم اونجا، اون پول رو بیاریم اونجا تو اندیشکده و بخشی از مخاطبینمون رو اونجا آموزش بدیم، یا مثلا مخاطبینی که توان مالی ندارن رو به صورت رایگان اونجا آموزش بدیم. اگر دوره های برگزار شد برای مخاطبین تحلیلگر سیاسی و عزیزانی که تو این فضا بودن تا روزی که اندیشکده هست و اونهایی که توی شهرستان ها هستن مشکلات مالی دارن به صورت رایگان این انجام بشه، این پول بیاد توی در واقع بحث مکان و جای اندیشکده و اینا هزینه بشه. و ایشون پذیرفت. یه راهش این بود که مثلا زندانی آزاد کنیم. من تصمیم هنوز نگرفتم و به زودی باید بابتش تصمیم بگیریم. این پول امانت دست من هست، بهش دست نزدم، تو اصلا دست نمیزنم بهش و حتما هر اتفاقی که رقم بخوره رو قبلش به شما اعلام میکنم و ریزش رو مثل پول کسانی که خواسته بودن و من با جزئیات تو کانالم رسید پرداختاشو گذاشتم اگه یادتون باشه. حتما گزارشه ما بقیه پول رو هم تقریبا 260 تومن هست به شما خواهم داد و امانتدار خوبی خواهم بود انشاءالله. نمیذارم دیوار اعتمادی که با دونه به دونه آجرهاش رو با هم گذاشتیم به این سادگی خراب بشه، امکان نداره. باور کنید انقدر به من پیشنهادات مبلغی و چیزهای عجیب غریب شده من حتی حاضر نشدم تبلیغات بگیرم. یعنی ما کانالمون فقط داره با روند کمک های مردمی میره جلو. به خصوص تو بحث یوتیوب روزی که ما شروع کردیم چند نفر بودیم. یکی از دوستان خارج از کشور توی کشور شرق آسیا کانال رو باز کرد، 2-3 تا از دانشجوها بودن و ما با هم شروع کردیم و من اعلام کردم تا همون مقطع هر درآمدی که باشه بخشی از اون برای شماست. خب میدونید دیگه مثلا شما تو یوتیوب کار کنید، مثلا $2000 کار کنید، تقریبا 46-7% رو یوتیوب برمیداره، ما بقیش میاد تو اون کشوره، 25% اون کشوره برمیداره، 20% به کسی که کانال رو باز کرده من پرداخت میکنم و بخشی رو هم به این دوستان. یعنی پولی که میاد برای ما یه پول خیلی کمیه. اصلا هم تلاش نکردیم روزی 4 تا ویدیو بذاریم. من یکی از دلایلی که خیلی بهم گلایه میکنن اینه که آقا حداقل یه برنامه هر روز داشته باش. من گاهی 5 روز 6 روز هم برنامه نمیذارم و خیلی تلاش میکنم که تحلیل‌ها کیفیتش افت نکنه، تکرارگویی زیادی نشه. بعضی وقتا بعضی مطالب مرتب تکرار میکنم جا بیفته. خیلی از مخاطبین ما هستن که 5 سال 4 سال با من، ولی بعضی از مخاطبین ما تازه پیوستن. یعنی مطالب رو به این شکل که شما درجا تو سلسله تحلیل هایی که دنبال کردید و به راحتی میگیرید زمان میبره بگیرن.
خب تو چنین شرایطی ما عمده آنچه که در میاریم رو از طریق کمک های شماست. یعنی اگه کمک های شما نباشه ما اصلا امکان زیست نخواهیم داشت و من ممنونتونم و واقعا سپاسگزارم. من هم تلاش کردم فرزند شایسته‌ای باشم، یعنی به سمت سلبریتی بازی، تبلیغات گذاشتن. پیجایی هستن که به من پیشنهاد میدن، مثلا خطوط هوایی دارن برای شهروندی، برای اخذ اقامت و اینا، به من پیشنهادهای $2000 هم میدن. یه ماه تبلیغات اول هر ویدیو مثلا 10 ثانیه بذارم، اصلا نمیپذیرم. یعنی واقعا تلاش کردم فرزند شایسته‌ای برای شما مخاطبینم باشم یا برادر شایسته‌ای و شما هم خیلی لطف دارید به من و واقعا ممنونم. حمایت های شما اگر قطع بشه ما نمیتونیم ادامه بدیم. من این رو به شما بگم، ما نمیتونیم ادامه بدیم. این ویدیو رو برای این قرار دادم که بگم این کانال صحبت های درگوشی زیادی خواهد داشت. خودم اینجا صحبت خواهم کرد، تلاش میکنم بعضی از دوستانی که شما میشناسید تو فضای مجازی رو بیارم پایین، صحبت های درگوشی و ازشون مسائل شخصی تر رو بپرسم و یک کمی صمیمی‌تر این گفتگوها رو با این دوستان داشته باشم. دنبال کنید، این کانال رو سابسکرایب کنید، بیاد بالا، لایک و کامنت بذارید که دیده شه و اینجا جای خوبیه که خیلی راحت بدون اینکه معذب باشیم و بدون خیلی از تعارفات تحلیلی به خیلی چیزا نظر بدیم و خیلی مسائل رو هم اینجا پاسخ بدیم، شفاف سازی کنیم و بیشتر همدیگر بشناسیم. ممنون از اینکه با من همراه بودید. امیدوارم که این کانال بتونه رضایت شما رو جلب کنه و کسب کنه. دوستتون دارم، عاشقتونم. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.